آی درست است، ما هم نمیترسیم، اما کمی باید سنجیده کار کنیم. پیلوت ما ایره میگم. ما اینو آنه نمیفهمم. وداد او تاکاجی باید پیدا شوه. او خیالات مرا با مرمی زد. ما مغزای او بی غیرت با مرمی باد میکنم. وداد گپ ما فهمیدی؟ برین از اینجا احمقا، برین! تحقیق میکنیم پیلوت. اگر چیزی بعد است آوردیم به حرکت شده، پلان ما را عملی میکنیم. درست است بیادر؟ ببخش بیادرشان، این بار وضعیت متفاوت است. اجازه نمیتم که خودت از بین ببری. رئیس صاحب، نظر به معلوماتی که به ما رسیده تاکاجی به خاطر کشتن علی آمادگی میگیره. تاکاجی حال مداخله کردن به تشکیلات اعلام کرده. پشت نفرهای سابقه میگرده. معلومات هنوز تکمیل نشده. کوشش میکنیم بفهمیم چی پلان داره. به هر صورت کسایی که میخواستن اسمان تاکاجی را برشان بتیم ندادیم. بالاخره وقتش رسیده که ازشان استفاده کنیم. یعنی از تاکاجی سوء استفاده میکنیم؟ تاکاجی کل چیزا حل میکنه. موضوعی را که با علی ما داریم جان پاکش میکنه. این کار قبلا امتحان کردیم رئیس. ای بار دیگه قسم است. خدا را شکر علی یک آدم قوی پیدا شده که علی را از بین میبره جان. سبا یک بار رفته که علی ببینی. ریخی سایست رئیس. علی؟ سیفتا علی؟ 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 سیفتا پیش تو آمدم. سیفتا به خاطر که پیش تو بمارم اینجا آمدم. علی چشمای باز کن. علی علی چشمای باز کن لطفا. علی سیفتا علی سیفتا سیفتا حالا بیدار شو. من بدون تو چی کنم علی؟ درست است سیفتا. درست است گذشت. آرام باش. گذشت. آیگار کاکا
تاکاجی زنگ زده بود. بسیار از تعریف کرد. از که مرا توصیف کرده خودشم قابل توصیف است کاکا. به خاطر که طرز دید ما به زندگی یک قسم است. دیگه هیچ رایی برای جدا شدن ما وجود نداره. آفرین. بالاخره یک سمت درسته پیدا کردی. آفرین. کت تاکاجی کارتا پیش ببر. اعتمادش به دست بیار. با دست آوردن اعتماد و آدم بیفایده بوده نمیتونه. درباره شریک شدن با او آدم فکر میکنم. مفکرهای ما بیاز و عینی چیز است. خوب است. بسیار خوب است. چطور هستی؟ هیچ خوب نیستم. صدای او دست هنوزم در گوشایم است. بسیار زیاد معذرت میخوایم. کلی چیز به خاطر ما شد. تاکاجی نامرد، تاکاجی بی غیرت، هیچ چیزایی را که تو به دویگو نشان دادی من برات نشان میتم. لعنتی! آرام باش پیلوت، آرام باش بچه، آرام باش. ارنیکو پیلوتا به خاطر چی دوست داشت توی را میفهمی ودت؟ به خاطر که همیشه میخواست به مثل خودش یک بچه داشته باشه، اما حساب یک گپ ایچ نفهمیده بوده که به مثل ارنیکو شدن نمیمانه که انسان زیاد زندگی کنه ودت جان. تو به خاطر که مثل پدرت نبودی زندستی، اما او پیلوت به خاطر که به مثل پدرت هست جانش از دست خود داد. پدر ما در ای کار دخیل نساز. پیلوتام بیادرم است تاکاجی. بیبی تاکاجی، پدرم وقتی پیلوت از سر سرک گرفت او 5 ساله بود. حتی تخلص خودم نمیفهمید. پدرم به او تخلص خود داد، یعنی تخلص مرا برش داد. ما را بیادر ساخت. با ما نصیحت کرد که به خاطر یکی دیگه خود بموریم، یعنی در جایی که پیلوت بموره ما هم زندگی نمی کنیم. احالی اگر موضوع پول و دارایی است، همه چیز مطابق خاص تو من انجام میدم. انتقالات تو را من میکنم. همه چیز مثل سابق میشه. ماله از تو میگیری، بدون کدام مشکل فروخته پولشان با تو میدیم. وداد بعد از دیگه ای چیز مثل سابق نخواد شدی رو بفهم. به خاطر که برات یک خوبی کنن با ما یک دلیل بگو. میخوایم که دیگه ای دشمنی ما تمام شود. میفهمم تو از دشمنی که برات فایده نداشته باشه از زیاد خوشت نمیه. با او خاطر با تو یک پیشنهاد با فایدش میکنم. با دل مالی را که پیلوت سوختانده میپردازم. بر علاوه از هر محفلی که چیزی را به دست آوردیم نصفش از تو باشه. منظورت نصف دست آورده هر محفل؟ درست شنیدی تاکاجی، نصف دست آورده هر محفل. فقط یک شرط دارم.
طرف پیلوت سلام نمیکنی. فهمیده شد. ما را خوب صحیح میشناسی. ما آدم نیستم کسی که به ما پول به دست میاره را بخوایم زود از دست بدم. هیچ وقت نه. تفاهم کردیم. فقط پیلوت نباید از یه ما خبر شد. کارا را به یک مدت میدارم. بشکت والا. همین قسم کسی بیدار میشه؟ صبح تو هم بخیر. بله صبح بخیر. اما تو چرا این قسم آمدی سیفتا؟ 2 ساعت میشه کوشش میکنم بیدارت کنم. به هر صورت چای صبح تیار است. خاله پاکیزه جان، ها تو چطور هستی؟ خوب هستم مقبولکم. تو چطور هستی؟ هستم. زیاد وقت شده بود که تو رو ندیده بودم. نیک عروسی کردی دختر؟ اوه عروسی کو چی میکنی که مجرد میباشی؟ و دیگه ای که تو یک دختر بسیار مقبولم هستی. آی چه قسم عروسی کنم خاله پاکیزه؟ میفهمیده تمام منطقه نام ما بد کردن. این مردم درک کردن نتونستن. چرا؟ مولا علی ماه هست که بدون نکاح در خانهش یک دختر زندگی میکنه. او را هیچ کسی چیزی نمیگن، اما وقتی یک دوست ما را تا خانه میرسونه باز کلگی بد گفتی میگن. مولا علی؟ نه جانم امکان نداره. او آدم بسیار با خداست دختر. خاله پاکیزه جان، ما مگه با چشمایم نمیدیدم باور نمیکردم. میفهمی خو خانه او آدم پیش روی خانه ما. بله. به هر صورت ما باید دیگه برم خاله پاکیزه. گوش کو چی میگم. لطفاً در بین ما باشه سیز. ما آدم شیطان نیستم، دلت جمع باشه. سیز به تو باور دارم. خانه ما بیا که با هم قصه کنیم. درست است میایم. تو هم باز بیا فالمه ببینم قسمت هست یا نه. میبینم تشویش نکن. نوران دختر اینجا بیا. چی شده دختر؟ های او مولا علی که است نه؟ اون که یک دختر بدون عروسی در خانه‌اش زندگی میکنه. اینجا بیا. مولا علی بدون عروسی که یک دختر در خانه‌اش زندگی میکنه. آقایگار کار خلاص است. بهت یک از گفتم که مثل رد و برق تمام منطقه پخشش خواهد کرد. خوبش، بسیار خوبش. چطور آمده؟ بسیار عالی. کی باشه؟ من میبینم. آقا کرد؟ خیرت باشه. چطور هستی علی؟ کدام مشکل خانه است نه؟ تو کدام چیز را فهمیدی؟ حالا دیگه نام و آدم را که این کارم رایت کده بود میفهمم. او آدم کی است؟ تاکاجی. گفتی تاکاجی؟ تاکاجی دیگه چرا باید کت ما کار داشته باشه؟ اگر آسش بگویم کت تو نه کت کل تشکیلات کار داره. درباره تو تحقیق کده و درباره بیادر تا هم کل چیزا میفهمه. او داستان ساختگی را مو ساخته بود. فکر میکرد که مرا به واسطه تو کشته میتونه و به خاطر که به او رسیده نتونی توسط دختر تو را تهدید میکرد. او آدم بیشرف چطور امکان داره که تو را مدیریت کنه آقا کرد؟ در تشکیلات نفوذ داره علی. به خاطر تثبیت کردن یگان چیزام داریم. او
تاکاجی از موبایل رمزار استفاده میکنه. یگان وقت هم با زبان دیگه که رمزش نفهمیم گپ میزنه. درست است. تو با ما تماسای ضبط شده موبایل روان کن. محلش میکنم. در شماره خدا داد روانش کن. سعید روان میکنم. کی آمده بود؟ یک دوستم بود. آی خدا، چارج موبایل خلاص شده. از موبایلم استفاده کردن میتونی؟ درست است. زنده باشی. بله؟ خدا داد. چطور هستی؟ خدا داد. زود دکانه بسته کده عاجل بخوانیم بیا. درست است؟ خب سعید ملا صاحب. بله. تا یک ساعت دیگه در قهوه‌خانه اسکودار با هم دیده میتونیم. درست است. باید برم یک کم کار دارم اما زود پس میم. درست است؟ امام برم کتید؟ نه، تو باید آماده شوی. شب با هم بیرون میریم. چطور یعنی؟ هر دوی ما تنها علی؟ بله، هر دوی ما تنها. به او خاطر باید خود خاص آماده کنی. ای دیگه چی ما نامیده؟ یعنی حال سر وزم صحیح نیست؟ نه جانم، او قسم نیست. یعنی اولین بار است که با هم تنها بیرون میریم. از او خاطر گفتم. ها، او صحیح گپی نیست. درست است. در این صورت ما آماده میشم علی. درست است. خوب است. فقط آماده شدن ما کمی طول خواهد کشید. کدام گپی خو نیست؟ مشکل نیست. موبایلت مشکلی نیست جانم. اگه میخوایی پیش تو باشه. موبایل چارج نداره. نه، من از خود در موتر چارج میکنم. سعید خداحافظ. ملا صاحب ما آمدم. خدا داد. من یک کار دارم بیرون میرم. تو هوش کنی از اینجا شور نخوری. درست است؟ به خاطر فریب دادن سیفدا برش گفتم که شب بنان خوردن میریم. او بیاز آماده میشه. تا وقتی که آماده میشه ما رفته پس میایم. هیچ کس را داخل نمونی و تو هم به هیچ جایی نری. درست است؟ بیخی سعید تشویش نکنین. هیچ کس رفت آمد نمید. درست است. موبایلت پیشم از خبر باشه. سعید ملا صاحب. izgi میره. سفدا خواهر izgi میره. سفدا خواهر ملا صاحب به خاطر فریب دادن شما براتان گفت که آماده شوید. مرام در اینجا استاد کرده اما با من یک کار بسیار عاجل پیش شد. باید که izgi گپ بزنم. izgi میره. تو جایی نبری. درست است سفدا خواهر؟ من زود پس میایم. درست است. خدا داد تشویش نکن. من همینجا هستم. گفت درست است. خیمه میره. ببینم به کی زنگ زده. پاکش کرده.
بسیار تشکر. اجازه بیبی تو جواش کنی پایین نشیم ما چی گپ شده؟ حالا دیگه میریم. کجا میریم؟ به حمله. آجل با اسکو دور برین درست است. بیادر کار ما خلاص است میریم دیگه. صبر بفرما بیادر. بیادر امرای رئیس حساب خلاص کرده بودیم. خیره درست است پشتش نگرد. این حق شما از بینتان تقسیم کنید. زنده باشی بیادر. پیلوت بیانه کمی ازی بخود زیاد تازه است. نمیخورم. من اشتها ندارم. تا وقتی که او تاکاجی این آمرده پیدا نکنم راحت نمی باشم. چه کنیم پیلوت؟ جستجو کردیم آدم پیدا نکردیم. دیگه ای که دقیقش نشو باندگه. ما باید کار خدا کنیم. چطور دقیقش نشم ها؟ او آدم سر جایی که من میخواستم کار کنم حمله کرد. ما به هنگر میرم. ازگی جان زیاد تست میریم و کلولستم مونده شدم. بازم تو است خدا داد. بله اما این بار با هم یک جای رفتن نمیتونیم. ملاسای به ما وظیفه داده از پیش دروازه دور نباید شوم. درست است. گپ خوب است برو اوجا استاد چه حالا؟ بیازو من با گفتن امی آمده بودم. درست است. گپ خوب است برو دیگه خداحافظ. گفت خداحافظ. یعنی میخوای که بازم ببینیم. چطور است ازگی؟ ما برات نگفته بودم که بار دیگه نزدیک من نشی؟ گم شو دیگه. بیا یک چند دقیقه گپ بزنیم. بیا دیگه. من هیچ چیزی به گپ زدنم روی تو ندارم. چیخ نزن. چیخ میزنم گم شو. حالا را برو. آی نمیخوایم برو ایلایم کو. برات گفتم ایلا کو. این خوب بلند میشه. سیلی زدن هیچ فایده نکرد. کمک کنین تا خدا را کمک کنین. ازگی چرا چیخ میزنی؟ اینه من کمک میکنم. بیبی کلا زدن فایده کرد. بغلم که غلط درک نکن. فقط به خاطر که ترسیدم غلط کردم. غلط درک نکردم اسکی. مام تو را دوست دارم. اینه خو غلط درک کردی خدا داد. اما مولا صاحب یک دفعه برام گفته بود که انسان کسی را که دوست داره بغل میکنه. یعنی بله. اما یکی دوست داشتن است که یک رقم دیگه می باشه. من تو را دوست دارم اما از لحاظ نه. بیبی گفتی دوستم داری. برای تو ایسکریم بخرم اسکی. بریم یک جای ایسکریم بخوریم. خو صحیح اما یک دفعه. صحیح از او 5 روپیه‌ای تا چوبک ایسکریم که میت از اونو میخریم. اما برای یک دفعه. حالا بیا که بریم ایسکریم بخوریم. یکم که راهش دور است اما قصه کردم میریم. کدام طرف؟ از این طرف. صبر موترش اونجاست. اینه بفرمایید. بسیار تشکر. بیبی اونجاست. را برو بیا که بریم. بیا. سیبزا چشمای تو هم چقدر تیز است. آی دختر ما چرا در پشت یادم افتیده. بیا زو کل مردم منطقه ازی که تو در خانهش هستی پشتتان خب بابا چی؟ هر کس هر چیز میگه بگوی. حتی دقیقش هم نیستم. علی من دوست داره توکچه. اما او تو را دوست نداره. دوست داره. علی؟ علی گفت این مولا را ببین. آی سیفتا این مولای تو بیخی بلا برآمد جانم. زیاد وقت شده بود که همدیگر را ندیده بودیم. چطور استی؟ بیادر تا پیدا کرده تونستی؟
نه از خود بگو ایسون چطور هستی؟ کارا چطور پیش میره؟ خوب است مثل سابق قسمه که میفهمی. کاظم خال آرام شدنی؟ ببین وقت از تشکیلات جدا شوی امی قسم میشه، اعصاب انسان ضعیف میشه. تو بازم کوشش کن همراهش خوب باشی. علی تو چرا مرا اینجا خواستی؟ ده یک صدای ثبت شده است به زبان بلغاریایی، پیامدار و رمزدار است. من هر چی کدم زبانش نفهمیدم. گفتم شاید تو بتونی زبانش بفهمی. میشه یک بار بشنوی؟ البته میشنوم. اوها با او دختر آهنگ میشنوانه. اینا زیاد عاشقان هستند. از عددهای RSI استفاده شده. ضرور است رمزش پیدا کنیم. به خاطر تثبیت کردن حرفایش میتونی کمکم کنی؟ البته. حالا با هم یک جای آهنگ میشنون بسیار عالی است. سی ژ. میبینی او دختر در ورق یک چیز نوشته میکنه. 100% نوشته میکنه که مثلا نه دیگه ما حال حسابی کارشون پرسان میکنم. سیفتا جان صبر کو، کجا میری؟ اینجا بیا صبر کو دگان ببینیم چی میکنه. درباره یکی به نام وداد گپ میزنه، دیگه ای که پیلوت میگه. پیلوت پیام زیاد مغلق است. درباره چیز گپ میزنن که مثلا ای که کدام کاره موفقانه با پایان رسانده باشن، همه قسم یک چیز. صحیح است، ما فهمیدم. زنده باشی، تشکر. خواهش میکنم. آیسون ای چی است؟ نه که کاظم ای کاره کده. سیفتا آیو آدم یک دفعه احساساتی شده، میبینی دستش گرفته. ما دیگه حالا باید برم. صحیح است؟ صحیح است، اما تو را بدرخه میکنم. لطفا حساب ما را بیارین. من اونا را میکشم. تو سیفتا صبر کن. سیفتا میاین بخیز پوچو. بسیار تشکر آیسون. خواهش میکنم. با امید دیدار. تاکسی حرکت کو جانم، حرکت کو. برین اون موتر تعقیب کنین. داستان عشق ملا بسیار خوب پیش میره. این داستان عشق نشان میتون برشان. این کجا میره؟ عجیب است. به نظر مینادا بین خود معامله کردن. تو میفهمی هر کدامش جدا به یک جای میرن. هر جایی که میرن اونجا را آتش میزنن. باز ببین که امرشان چی میکنم. اینا پولتو نبگیرین. حالا داخل خانه شدن، دیدی؟ با دستایمونا را خفک میکنم. سیفتا چی میکنی؟ اوه نه دیگه دختری را چه قسم واز کردی؟ علی برم یاد داده بود. تو چرا قدر ناوقت کردی ها؟ زنک از گشنگی مردم. تو دی وقتم به نوشیدن شروع کردی؟ تو سوال مرا جوابت چرا نان پخته نکردی؟ بمار فقط که در قصیت هستم. بوتلا را ایلا کو دست نزن. سوال مرا جوابت بگو که کجا بودی؟ از من دور باش. صدایت بلند نکو لودم. صدایت بلند نکو اگه نه. علی همین وعدید بود کاظم. من شاید نکای شما بودم. در پیشوریم گریان میکردی کاشقی دختر هستم. علی بانش دیگه بانش.
ما بیازا از آدم طلاق میگیرم. اگر با ما رو من طلاقت نمیتون فهمیدی یا نه؟ اگر یک طور میسر از این دختر کم شود تو از به دنیا آمدنت پشیمان میسازم. میفهمی که کارم میتونم. گپم فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ درست است. فهمیدم. من هرزیتانم میکشم. سیفدا؟ توکچه؟ سیفدا علی؟ معلوم است اینجا چی گپ است؟ هیچ باورم نمیشه سیفدا ها. تو چطور این کار کردم میتونی؟ خب حالا ما چی کردیم ها؟ ما خب هیچ کاری نکردیم. به خاطری که من مصروف بسازی گفتی آماده شو. من به تشویش شدم که میخوای چی کنی. فقط همین علی. دیگه کدام گپ نبود. به تشویش شدی. باز تشویشت بازدن حل میکنی. خب من ایتو فکر کردم. تو چی فکر کردی؟ خب دیگه پاره بان که من چی فکر کردم. او زن کی بود؟ اول تو اینه برای من بگو. یک دوست سابقم است. به خاطر یک صدای ثبت شده که به زبان بلغاریایی بود ازش کمک خواستم. او بیچارم تا اونجا هم رایم کمک کرد. ما در یک جای مناسب میتونم پایین شو. میخوایم یک دوست ما ببینم از خاطر. البته همینجا صحیح است. صحیح است. بسیار تشکر. باز میبینی. علی گفتی امشب نانا تا بیرون میخوریم نه؟ پس میشه به یک دکان بریم به خاطر امشب یک کالا بخرم؟ میشه سیفدا درست است. میریم. مرا خواسته بودین؟ بیادرزادیت آرام نمیشینه سمیم. با خود مشکل جور میکنه. اما با این کار خود زندگی خدا در خطر مندازه. تاکاجی را میگین آقا کرد؟ بیبی تو میرا میفهمیدی. باید بگویم که یادرزاده ایم یک تجارت پیشه از آقا کرد. البته که همراه قسم آدم ها کار میکنه. بدیل هر کار از جنس خودش پرداخته میشه. با خبر باشی. مریم سلطان آمدم. آی میشه بیرون رفته یگان چیز بخوریم؟ ده اینجا خسته شده. میخوایم ده بیرون نان بخورم. اما میفهمی پدرت بیرون رفتنه ممنوع کده. انوز اگه بازدش کار کنیم بیشتر لذت داره. البته اگه شما کمکم کنیم. بسیار میبخشی. کمکت کده نمیتونم. لطفاً ایچه قسم نگو. پدرت آمق به جانب است. یعنی شاید کدام بلا سرت میامد اما تو نیست. زود از اینجا برو زود. آی تو خودت در بلا اندازی سینان. ما به خاطر تو خودت در بلا اندازم جانم. چپ باش. بیانه اگه چیغ میزنم. نمیتونم برای پدرم اجازه نمیده. اگه بخوای کمکت میکنم کمرم فرار کنی. کی گفت که من فرار میکنم؟ وام باز کردی تو؟ مریم سلطان گفت.
مریم سلطان تو هم کم از این نیستی. او آدم ها امیال نان میخورن جانم. ده اینجا یک دانه زینه پیدا کردم. اگه میگی که امیال در دیوار بانمش بیایم پیشت ها؟ خیلی میاره میشه. بیا دیگه. ای میایم. احتیاط کجانه. حالا زود باش که بریم دیگه. مرا خو بخشیدی نه؟ چیز دوبارش گپ میزنیم. بعدا باز گپ میزنیم. زینب زینب چرا؟ زینب چی شده؟ با خود بیا چشمایت باز کن. زینب چرا؟ زینب بگو برن. زینب باش بیا. زینب چی شده؟ زینب با خود بیا. صبر کن. استاد کو بیادر. زینب چشمایت باز کن. چشمکایت باز کن قربانت شم. زینب صبر کن. چی شده بچه؟ کاکو وضعیتش خراب است. باید به شفاخانه بریم. سعید برو بیارش. ببرش داخل. چی کده ای بیچاره نه؟ امشب حتما به نان خوردن میریم نه؟ البته آماده شو ابراهیم. سعید تا 5 دقیقه دیگه آماده میشم. سعید ما هم سیفدا تو 5 دقیقه گفتی اما 45 دقیقه شد. تا حالا آماده نشدی؟ سعید اینه خلاص هستم دیگه. آماده هستم. چه قصه معلوم میشه؟ مقبول. فقط مقبول. بازم زنده باشی. خب مقبول دیگه. سعید کتت غرض نمیگیرم. فهمیدم حالا بریم. سعید بیا. حالا مرا کجا میبری علی؟ اول به یک رستوران میریم. سیس گل فروش آمد. گلای خوشبو داریم. گل بخرین. گل براتان بتون بیادر. بیا من دو طرف ازت گل میخرم. بیا. درست است. چقدر کار دارین؟
گلایی که آورده بسیار مقبول هستند. صبر کن. بگو نفر کی هستی؟ تاکاجی دستور داده که تو را بکشیم. این هنوز شروعش است. در هر جایی با مرگ مقابل خواهد شدی. هم تو هم دوست دخترت با صلاح یا هم با بم میمورین. اگه امروز نشد سبا، اگه سبام نشد دیگه سبا، اما میمورین. بو دخترم که کتت است میموره. هیچ کس وقت و ساعت مردن کسی را تعیین کردن نمیتونه، اما جای یک نفره گفتم میتونه. حالا برام بگو تاکاجی کجاست؟ تاکاجی را هیچ نمیشناسی. وقتی دستور مرگ یک نفره بته خودش گم میشه. ای که او کجاست حتی خودش هم نمیفهمه. وقتی هم که نخواهی دیده شوه باز هیچ دیده نمیشه. برو با تاکاجی بگو او را ایر خم ظاهر بسازم که حتی اگر بخوایم پد شدن نتانه. فهمیدی؟ خوب است. آخر یک دانگک؟ بله یک دانه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. سیفدا علی اینا دیگه بیخی از حدشان گذاشتن. در روز روشن در روی سرک دست به دست بغل در بغل میباشن. اخلاق منطقه را خراب کردن. همراه من یک دختر بود. دختر میفهمی یا نه دختر؟ چطور شما حمله کردین؟ ما و سیفدا عروسی کردیم.